مدینه هیچگاه نقشه نداشت که به یک میلیاردر پیام فرستد. او تنها میخواست که پسر خردکشش یوسف از گریه باز ماند. ساعت از 12 شب گذشته بود. همان ساعت سرد و خالی که حتی شهر دوشنبه در بیرون نفسش را درون کشیده بود. مدینه در فرش آشخانه خرد اجاره اش نشسته، زانوانه اش را با آغوش گرفته بود. در کتفایش یک کورپه کهنه کودکانه داشت. چراغ‌ها خاموش بودند. نه برای آنکه او تاریکی را دوست می داشت، بلکه برای آنکه اداره برق برای احساسات انسانی امتیاز نمیداد و برق را برای قرض خاموش کرده بود. یوسف از خانه خواب گریه میکرد. شیشه شیر او امشب اساساً از آب عبارت بود. مدینه کوشش میکرد که به قوطی خالی شیر خشک که در بالای میز ایستاد نگاه نکند. او با دستان لرزان تلفنش را گرفت. انگشتش در بالای نام برادرش بختیار ایستاد. بختیار پیشتر هم کمک کرده بود. نه با خرسندی ولی کمک میکرد. مدینه نمیخواست باز از او التماس کند. ولی امشب گپ درباره غرور نمیرفت. گپ درباره کودک میرفت که نمیفهمید چرا شکمش درد میکند. او نوشت: بختیار، ببخش که باز تشویش میدهم. برای شیر یوسف 500 سامانی لازم است. شیرش تمام شد. روز جمعه معاش میگیرم و حتما برمیگردانم. التماس. انگشتش میلرزید وقتی تگمه فرستادن را پخش کرد. او رقم را دوباره تفتیش نکرد. حتی به نام نگاه نکرد. تنها تلفن را به زمین گذاشت. سرش را بالای زانوانش ماند و منتظر شد. پس از 5 دقیقه تلفن صدا داد. من فکر میکنم که شما این پیام را باید به کسی دیگر میفرستادید. نوشته شده بود در اکران. مدینه چشمک زد. راست نشست و با دهشت به تلفن نگاه کرد. یک رقم خطا رفته بود. او به یک بیگانه پیام فرستاده بود. دل او از ترس ته کشید. خیلی ببخشید، نوشت او. التماس به این پیام اشتباهی اهمیت ندهید. او اکران را قفل کرد و تلفن را به یک سو پرتافت. باز یک شکست دیگر در بالای مشکلات زندگیش علاوه شد. در 3 محله دورتر در آشیانه بالایی یک بینای با حشمتی که به نصف شهر دوشنبه نگاه میکرد، جسور احمدوف با پیام تلفنی شخصیش نگاه میکرد. او هیچگاه این رقم را به کسی نمیداد. نه به ژورنالیستان و نه به یاوران، تنها به اعضای عائله. و آن رویخط عائله سال تا سال کوتاه‌تر میشد. پیام سپم یا فریب نبود. آن واقعی و دردناک بود. جسور باری دیگر پیام را خواند. یوسف شیرش تمام شد. روز جمعه معاش میگیرم. این نه تنها یک درخواست بلکه مبارزه یک مادر با غرور خودش بود. عادتاً او باید به این اهمیت نمیداد، ولی امشب چیزی در دلش تغییر یافت. او نوشت: آیا کودک شما خوب می شود؟ مدینه به پیام نگاه کرد. این چگونه آدمی بیگانه است که چون این سوال می دهد؟ اول خواست او را بر روی خط سیاه بلاک گذارد. ولی سوال عادی او مدینه را وادار ساخت که توقف کند. ما یگان علاج می کنیم، نوشت او. باز هم ببخشید. من می توانم کمک کنم. به یگان منت، آمد جواب. مدینه تلخ خندید. تشکر، ولی من از آدمان بیگانه پول نمی گیرم. این سیاست خوب است، ولی من جسور هستم. اکنون من بیگانه نیستم، نوشت او. مدینه جواب نداد. او یوسف را در آغوشش جنباند تا خوابش برد. او آهسته گریه می کرد. نه تنها برای بیپولی، بلکه از خستگی این زندگی سخت. و بعد کاری را کرد که هیچگاه گمان نداشت. او رقم کارت بانکی خود را به جسور فرستاد. پس از 3 ثانیه تلفن صدا داد. $5000 به حساب او وارد شد. مدینه کرخت شد. چشمانش را مالیده باز نگاه کرد. $5000؟ این خیلی زیاد است. نوشت او با دستان لرزان. من تنها 500 سامانی لازم داشتم. این پول الکی از آن شماست. یگان شرط ندارد. فقط بگذار این یک تشویش کمتر در زندگی شما باشد. صبح دیگر مدینه با صدای در بیدار شد. بیل او از ترس تق تق میزد. در اینجا هیچگاه کسی در را نمیکوفت. او از سوراخی در نگاه کرد. راننده یک ماشین بارکش با 4 قوطی کلان می ایستاد. برای مدینه؟ پرسید راننده. مدینه با حیرت سر جنباند.
او قوطی‌ها را در میان خانه کشاد. شیر خشک، پمترس‌ها، لباس‌های کودکانه، غذاهای ارگانیکی و حتی بازیچه‌ها. در تق قوطی یک لفافه خرد بود. یوسف سزاوار زندگی بهتر است نوشته شده بود، در آن با امضای جسور. مدینه در حال به اینترنت درآمد و نام جسور اخمدوف را جستجو کرد. نتیجه ها او را شاک کردند. جسور اخمدوف، راهبر شرکت زرین گروپ، ثروتش میلیاردها دلار. او یک میلیاردری پر اسرار بود که از مصاحبه ها می گریخت. چرا او به یک مادری تنها و بیکار کمک می کرد؟ مدینه نوشت: شما برای چی این کار را می کنید؟ جسور پس از 20 دقیقه جواب داد: چون که من میدانم که از دست دادن کسی که نجات دادن نمیتوانی چگونه درد دارد و یگان کودک نباید این درد را حس کند. پس از این جسور یک سوال دیگر داد: آیا شما جای کار دارید؟ مدینه حقیقت را گفت: نه، من در ساحه تحقیقات بیوخیمیا و اودیت طبی کار میکردم، ولی بعد تولد یوسف و بسته شدن شرکت بیکار ماندم. پگاه ساعتی 11 صبح به دفتر مرکزی زرین گروپ بیایید، نزد عالیه. این تنها یک صحبت است، به یگان منت. مدینه به بینای با حاشمتی شرکت آمد. او را عالیه یاور جسور پیشواز گرفت. مدینه را به آشیانه 37 بردند. او را چیزی به حیرت آورد. در پهلوی دفتر کاری او یک حجره مخصوص کودکانه نورسری ساخته شده بود، با کتی خواب، بازیچه‌ها و همه شرایط برای یوسف. جسور می‌خواست که شما هنگام کار خود را براحت حس کنید، گفت عالیه. جسور وارد حجره شد. او محض مثل عکس‌هایش بود، قامت بلند و جدی، ولی در چشمانش خستگی عمیقی داشت. مدینه، تشکر که آمدید. من به خیریه باور ندارم، ولی به سرمایه گذاری به آدمان باور دارم. من به شما 3 ماه وقت می دهم. وظیفه شما اودیت داخلی مالیوی شرکت. مدینه به کار شروع کرد. در دوام 2 هفته او به سیستم مالیوی شرکت وارد شد. ذهن او مثل ساعت دقیق کار می کرد و روز جمعه او چیزی پیدا کرد. این خطای عادی نبود، این یک نقشه جنایی بود. مدینه در گزارش‌های مالیوی یک شرکت ساخته را با نام ترینوکس ام پیدا کرد. کسی از داخل شرکت جسور آهسته آهسته مبلغ‌های کلان را می‌دزدید. پرداخت‌ها خرد بودند: 1200 سامانی، 2400 سامانی، ولی در مجموع میلیون‌ها را تشکیل می‌دادند. مدینه به نزد جسور رفت و سندها را به او نشان داد. این کار را کسی کرده است که سیستم را خیلی خوب می‌داند، گفت مدینه. جسور به کاغذها نگاه کرد و چهرهش سخت شد. من شبهه داشتم، ولی اثبات کردن نمی‌توانستم. کسی که این کار را می‌کند، این منصور رحیموف، مدیر مالیوی CFO من است. منصور رحیموف آدمی نزدیکترین جسور بود. این خیانت کلان بود. جسور به مدینه نگاه کرد. مدینه، شما نه تنها زندگی خود را نجات دادید، بلکه شرکت مرا هم نجات می دهید. پگاه ساعت 10 صبح منصور به اینجا می آید. من می خواهم که شما هم در آنجا باشید. شب مدینه خواب نتوانست. او در آشخانه خود نشسته به یوسف نگاه می کرد. او دیگر آن مادری ناامید نبود. او یک مبارزی حقیقی بود. جسور به او پیام فرستاد: آیا آماده هستید؟ مدینه جواب داد: من همیشه آماده‌ام. من دیگر از کسی نمی ترسم. ساعت 10 صبح دری دفتر جسور کشاده شد و منصور رحیموف با تبسمی ساخته وارد شد. او هنوز نمی‌دانستی مدینه همان زنی که با یک پیام خطا وارد این ایمپریا شده بود، الکی حکم او را امضا کرده است. ساعت محض 10 صبح بود. مدینه در پس میز کاری خود نشسته به مانیتور دوم نگاه میکرد. دل او چنان سخت میزد که گویا صدایش در تمام آشیانه 37 میپیچید. یوسف در حجره کودکانه آرام خواب بود. او یگانه موجوده بود که از این طوفان در پیش ایستاده خبر نداشت. مدینه کامرای نظارتی را در اتاق مشورتی آشیانه پایانی فعال کرد. در اکران جسور را دید. جسور به یگان حرکت در سر میز کلان شیشگی نشسته بود. چهره اش مثل سنگ سخت و بی‌حسیات می‌نمود.
دری حجره باز شد و منصور رهینو وارد شد. او در تن کاستیوم قیمت‌بهای کبود داشت و با چنان باوری کامل قدم میزد که گویا صاحب تمام این بنا باشد. منصور مدیر مالیوی بود، کسی که جسور سالهای زیاد به او اعتماد داشت. او با چنان باوری کامل قدم میزد که گویا صاحب تمام این بنا باشد. منصور مدیر مالیوی بود، کسی که جسور سالهای زیاد به او اعتماد داشت. جسور جان، سلام. برای چی مرا اینقدر بر وقت دعوت کردی؟ باز یگان لایحه نو هست؟ پرسید منصور با تبسمی ساخته. جسور به او اشاره کرد که بشیند. او دست فشردن را فراموش کرد. منصور: من میخواستم درباره حسابات‌های 3 ماهه سیوم صحبت کنم. بعضی ناموافقتی‌ها پیدا شدند، گفت جسور با آوازی پست و آرام. منصور خندید، ولی مدینه دید که چطور. او انگشتانش را در زیر میز سخت فشرد. جسور، تو باز به همان اودیتورهای کهنه باور میکنی؟ من به تو گفته بودم که ما تنها سیستم را نوسازی کرده ایستادیم. همش زیر نظارت است. مدینه در این لحظه فایل مخفی که تمام شب آماده کرده بود به کامپیوتر جسور فرستاد. جسور پلنشتش را گرفت و آن را بر روی میز به طرف منصور لغزاند. شرکت تریناکس می از آن کیست منصور؟ پرسید جسور. تبسم از چهره منصور مثل برفی بهاری نیست شد. رنگ رویش کند. او به اکران نگاه کرد که در آن 15 پرداختی مخفی به صورت حسابهای آفشاری او نشان داده شده بود. این یگان خطاست. این رو کی ساخته است؟ جسور، تو به من باور نمی کنی؟ آواز منصور اکنون می لرزید. من به تو باور می کردم، گفت جسور و آهسته از جایش خیست. من به تو کلیدهای شرکتم را داده بودم، ولی تو فکر کردی که من نابینا هستم. تو فکر کردی که اگر رقمها را در بین حجتهای زیاد پنهان کنی، هیچ کس آنها را نمی‌یابد. منصور از جایش جست خیست. این را کسی از شعبه مالیه به تو داد. کی؟ من آنها را نیست میکنم. این را کسی به من داد که تو حتی نامش را نمیدانی. جواب داد جسور. کسی که تو او را نادیده گرفتی. یک مادر تنها که وجدانش از پول تو دیده پاکتر است. مدینه این سخنان جسور را شنیده، اشک را در چشمانش حس کرد. جسور را اعتراف میکرد. او دیگر تنها یک زن بیچاره در آشخانه تاریخ نبود. منصور فهمید که راهی گریز ندارد. او کوشش کرد که با آواز بلند داد زند تا دیگران را گناهکار کند. ولی در این لحظه در حجره باز شد و 2 نفر افسران پلیس همراه با ادوکات‌های شرکت وارد شدند. منصور رحیموف، شما برای تصرف مبلغ‌های کلان و قلابی دستگیر می‌شوید، گفت یکی از افسران. مدینه دید که چطور منصور را با دستبند از حجره بیرون کردند. او دیگر آن مرد مغرور نبود. او تنها یک جنایتکاری ترسو بود. وقتی حجره خالی شد، جسور به مانیتور به سوی کامera نگاه کرد. گویا او مستقیما به چشمان مدینه نگاه میکرد. او چیزی نگفت. تنها سرش را با نشان سپاس خم کرد. پس از 1 ساعت جسور به دفتر کاری مدینه آمد. او در نزد در حجره کودکانه ایستاده به یوسف خواب بوده نگاه کرد. او بیدار نشد؟ آهسته پرسید جسور. نه، او مثل فرشته خواب است، جواب داد مدینه. جسور به مدینه نزدیک شد. تو کاری را کردی که 10 اودیتران پرتجربه نتوانستند. تو نه تنها پول شرکت را بلکه شرف مرا نجات دادی. من تنها وظیفه‌ام را اجرا کردم. جسور، شما به من امکانیت دادید وقتی که هیچ کس نمیداد. جسور به ترزه کلان که تمام شهر دوشنبه از آن نمایان بود نگاه کرد. میدانی مدینه، من همیشه فکر میکردم که پول میتواند همه چیز را حل کند. ولی وقتی که زنی من از دنیا گذشت، من فهمیدم که میلیاردها دلار نمیتوانند یک لحظه حیات را برگردانند. من تنها بودم تا آن دمی که
آن پیام اشتباهی تو به تلفن من آمد. مدینه به او نگاه کرد. او در این مرد مقتدر یک کودک تنها را دید که به مهربانی نیاز دارد. شما دیگر تنها نیستید، آهسته گفت مدینه. جسور یک لفافه را از کیشش برآورد و بر روی میز گذاشت. این چیست؟ باز پول؟ پرسید مدینه با تبسم. نه، این شرطنامه نوی کاری است. من میخواهم که تو مدیر نوی اودیت داخلی تمام هولدینگ ما باشی. و البته یوسف همیشه در پهلوی تو خواهد بود. این شرطنامه دومی است. به یگان مینت. مدینه به شرطنامه نگاه کرد. معاشی که در آن نوشته شده بود می توانست برای یوسف آینده بهترین را تأمین کند. ولی از همه مهمش آن بود که او را برای علمش، برای هنرش و برای شخصیتش احترام می‌کردند.